بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه مبحث برنامه پایچارم. امروز بالای بحث جدید صحبت میکنیم، بالای حلقه ها صحبت میکنیم. حلقه چی است و چند نوع است و اونو زیادتر کدام استفاده میشه ما از یک سر صحبت میکنیم. یکی از حلقه ها عبارت از وایل است، عبارت به نام وایل است یا تابع به نام وایل است. وایل چی کار میکنه؟ وایل یک محدوده، یک ساحه را جور میکنه، در داخل همون ساحه بار 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 یک چیز را چی میکنه؟ سرچ میکنه. این عبارت چی است؟ به نام وایل است. این حلقه است. حلقه را خب میفهمی، کلمه حلقه به این معنی است که یک داخل یک مثل دایره است، در داخل دایره یک چیزی هی بچرخه و بچرخه و بچرخه، این نمی حلقه معنی میده. پس این حلقه ها خیلی مهم است در تمام زبان های برنامه نویسی. مثلا حلقه وایل است، فور است و این حلقه ها کلا استفاده میشه در تمام زبان ها، ولی نحوه نوشتنش در محیط های مختلف فرق میکنه. یکم محیط ها مثلا یکم علامات رو در آخرش میمونی، در اولش میمونی و فرق میکنه. و در برنامه پایتون خوب بسیار به شکل ساده ما میتونیم از حلقه ها چی بکنیم؟ استفاده کنیم. من مثال بسیار ساده میزنم از حلقه، باز یک برنامه جور میکنیم در داخل حلقه چه رقم استفاده بکنیم، یک گیم میسازیم. خب ما اول یک مثال ساده میزنم که ما شما حلقه را چی بکنیم بدانیم. ما در اینجا یک وریبل تعریف میکنم، وریبل ما آی است، مقدارش هم 1 میتم و در این قسمت میم از حلقه وایل استفاده میکنم. حلقه وایل را ما فراخوانی میکنم، نوشته میکنم، میگم در این قسمت اینمی وایل که مقدار بالایی ما مقدار آی بود کمتر است، مثلا عدد چند است؟ عدد 6 را میگیرم. اینجا این را بسته میکنم. بعد از اینکه بسته کردم در آخر میایم میگم برای ما چی بکنه؟ پرینت بکنه. پرینت بکنه کدام حرف؟ حرف آی را پرینت بکنه. عدد 8 است، حرف آی را چی بکنه؟ پرینت بکنه. و بعد از او به هر دوره ای تو میکنه، میایه آی را میخونه، یک بار باز دور میخوره آی را میخونه، باز دور میخونه آی را میخونه، تا زمانی که این شرط محقق شود، تا زمانی عدد 8 را آیا دوباره و 3 باره و 10 باره میخونه که 8 محقق شد. بعد از اون ده 8 چی میکنه؟ استارت میشه دیگه، از وایل چی میشه؟ خارج میشه. و بعد از اون دیگه کد باشه و کد را چی میکنه؟ میخونه. وایل وظیفش همین است که اگر من اینجا خط میزیر مشخص نکنم، این میره که میره خوانده رفتن میگیره. حالا ما برای مثال میدم چی رقمی رفتن میگیره. میگم هر زمانی که آی را میخونه به آی چی رقم شود؟ به آی میگم یک دفعه که آی را خوند یک از مقدارش که از 1 شروع میشه. بعد از آی را دوباره خوند میگم بالای آی 1 اضافه بکنم. مثبت مساوی معنیش به 1 تا اضافه کردن معنی میده. درست است؟ علامه چیز مثبت مساوی. مثبت مساوی چند تا اضافه بکنه؟ 1 تا اضافه بکنه. عدد 1 هم در اینجا نوشته میکنم. حالی وایل چی کار میکنه؟ میای از 1 شروع میکنه، بعد از او باز دوباره را تکرار میکنه. اگر من اینجا گفتم مثبت مساوی، یعنی به آی 1 تا دیگه هم اضافه بکن. مثبت مساوی 1 یعنی عدد 1 را بازم به آی چی بگو؟ اضافه بکن. باز میای به آی 1 اضافه میکنه، 1 بالا 1 بونه 2 میشه دیگه. باز این 2 را برات پرینت میکنه. باز دور میخوره میره میخونه 1 این 2 است، آی 2 جور شده. بعد از بالای 2 باز 1 دیگه علاوه میکنه 3 میشه. یعنی میکره تا چی میکنه؟ تا 8 را ادامه میده. این یک چیز تکراری است. برای ما شما این کار را انجام میده. ما را نشته کردیم، میره یک انتر میزنه، پس از جا میبرم میگم پرینت بکنه. بعد از اون میگم program is finished. program is finished. حالا سیکن برای ما چی عمل را اجرا میکنه؟ من شیفت اف داره میگیرم. چی کار میکنه؟ از 1 2 3 4 5 6 تا 7 و ما چی گفتیم؟ کوچکتر از 8 را برش چی بکنه؟ بس بکنه. پس تا کوچکتر 8 میاد در اینجا چی میکنه؟ این ختم شده دیگه، خلاص است. درست است؟ مقدار آی را کوچکتر از 8 تا چی کرد؟ بس کرد. ما اگر این میره بگم بزرگتر از 8، حالا ببینید بزرگتر از 8، بزرگتر از 8 چقدر عدد است؟ تا میلیارد و میلیون هم میره دیگه، رفتن میگیره. پس این شیفت اف دام میگم الی را ببین بزرگتر از 8. خب ما را نه اینجا میگم مساوی به 8. مساوی به 8 یعنی تا خود 8 را باید چی بکنه؟ بس بکنه. سیکن در اینجا هیچ چیز چاپ نمیشه، به خاطر که ما کد را در اینجا چی میکنیم؟ اشتباه وارد میکنیم. این عین عدد میگم، باید عین عدد نگیم، یک مقداری بیشتر بگیم. مثلا ما در اینجا میگم این 1 است و آی ما در اینجا عدد 8 را چی میکنم؟ پاک میکنم.
خودی آی چاپ شما میگم شفت F10 سگن اینی رقم است خط میذارم من مشخص نکردم سگن هی چاپ کرده میره یعنی میلیون میلیارد سگن اینجا چقدر چیز جور شده اما تو چاپ کرده رفتن میگیره سگن این از یک شروع شده چقدر هی چاپ میکنه چرا ما اینجا خط میذاره ختم نکردیم که تا کجا را چاپ کنه یا یک تا بالاش اضافه کرده رفته راسته درست است ما باز اینجا میرم ختم میکنم میگم آی تا کدام وقتی که یک اضافه کرده رفته تا کجا را ختم کنه فرض مثال تا بزرگتر از کوچکتر مساوی به عدد 8 کار را بکنه شفت F10 میگم دیگه خلاص سی میکنه خود 8 هم شامل میکنه چرا ما گفتیم کوچکتر یا مساوی به 8 را برای شما چی بکن ختم بکن تا اینجا را برای شما ختم کرد یعنی اگر ما محدود نکنیم یعنی حدش مشخص نکنیم چی میکنه این مقدار را تکرار میکنه تکرار کرده رفتن میگیره این مفهوم وایل است وایل یعنی میچرخونه یعنی عدد را دو بار سه بار ده بار کار کرده رفتن میگیره به خاطر اینکه وایل خوبتر بر ما واضح شود ما اینجا یک مثال کار میکنیم در کل یک گیم کار میکنیم گیم را ما اول یک تعریف میکنیم این تو یک قضیه است در اینجا میاد دو تا یوزر است دو تا استفاده کننده است یک نفر میگه که مشخص میکنه میگه از بین عدد 1 تا بین عدد 50 را ما یک عدد انتخاب میکنم میگه در دل خود مثلا تو یک عدد در دل خود انتخاب میکنی ما حدس میزنم که عددی که تو انتخاب کردی کدام عدد است های حدس میزنم مثلا عددی که تو انتخاب کردی فرض مثال عدد 30 است ما که حدس زدم میگم 35 انتخاب کردی تو برای من میگه که این بزرگتر از چیزی که من انتخاب کردم باز ما تصادفی میگم شاید عدد 20 باشه باز میگه نه عددی که تو انتخاب کردی کوچکتر از اینه بالاخره میره حدس زده باز چی میکنه برابر باز ما چانس هم مشخص میکنم میگم که مثلا 3 چانس داره 3 بار اگر ما عدد را دقیق حدس زده نتونستم باز چی میکنه برنامه ختم میشه باز من میبازم اگر ما دقیقاً بگم که عدد 30 پس من چی میکنم بازی را میبرم این تو یک قضیه است اینا رو چطور ما انجام داده میتونیم بالا از ما چی میکنیم کار میکنیم ما میایم یک تابع به نام answer جور میکنیم answer answer در داخل تابع answer از تابع input استفاده میکنیم از input استفاده میکنیم در داخل input میایم در این قسمت یک متن نوشته میکنم خوابی متن من در اینجا یک مشخصات وارد میکنم میگم player 1 choose a number it should be چقدر should be between چند between 1 الا 50 در بین 1 الا 50 را باید چی بکنی انتخاب بکنی درست است این معنی امیر میده که باید یک نفر بیاد اینجا یک چیزی انتخاب بکنه که بین 1 الا 50 است بعد از اون اینالی خو استرینگ شده دیگه اینالی میخوای میره پس چی بکنم با چیز تبدیل بکنم با انتجر یا انت تبدیل بکنم میگم انت داخل قوس باز میکنم answer یعنی answer را برای ما شما با چی تبدیل بکنه با انتجر تبدیل بکنه خب اینا رو نشته کردیم اینا رو میان دو تا وریبل دیگه معرفی میکنم یک وریبل به نام is correct است is underscore correct خواهی وریبل معرفی میکنم مقدار از این میگذارم false که زمانی که ما نشته میکنیم با حرفی بزرگ نشته کنیم باز برام میاد true false مقدار بولیان بود اونم هست این را من اینجا false رو نشته میکنم try again یعنی دوباره تکرار بکن دوباره انجام بده را مقدارش 0 میگذارم اینا را که نوشته کردم بعد از این میایم تابع while خود را صدا میکنم while را صدا میکنم مثل که امیالی ما کار کردیم مثل همو چی میکنیم کار میکنیم فقط ما در یک قسمت میایم اول try again صدا میزنم try again نشته میکنم try again امی مقدار try again ما کمتر است یعنی try again دوباره 3 باره که کار
یعنی چانس هم میگه چند بار چانس میدی به نفر. خب این مقدار چانس هم میگه. من میگم به نفر چند بار چانس میدم؟ فرض مثال 7 بار چانس میدم. کمتر از چند بار؟ کمتر از 7 بار چانس میدم. یعنی خود 7 بار نیست. این 6 بار میتونه چی بکنه؟ می عمل را اجرا کنه. اگر نشد من میبرم، اگر شد باز خودمون نفر چی میکنه میبره. and از چیزی وریبلای and هم استفاده کردیم. and is correct. اینجا سعی کنید دو تا میگم، هم کمتر از 7 بار تکرار بکنه و همچنان is correct از باید چی شوه؟ باید is correct از مساوی به و مقدارش بالا نشته کرده بودیم، مقدار مساوی به false شوه. یعنی while زمانی که این میگم اتفاق افتاد، بعد از او داخل while میایم میگم چی اتفاق بیفته و مقداری بعدش ما اینجا نشته میکنم. میایم یک وریبل دیگه اینجا چیز میکنم، guess به معنای حدس زدن معنی میده. خب guess یعنی حدس بزنه نفر. اینجا مساوی میگم int، ایرم از نوی int یا انتجر تبدیل میکنم، چرا که مقدار ازی مقدار عددی شما میگم، به خاطر int میگم. و میایم از تابع اینپوت وارد میکنیم، یعنی هر چیزی که وارد شده بعد از اون مقدار عدد تبدیل میشه. به خاطر ابتدای int گذاشتم، یعنی اینجا دیگه ضرورت نیست. player دو داخل ازی میگم player دوم. اینا ایرا چی میکنه؟ این player دو چی میکنه؟ عطف میزنه. player دو please guess. عطف بزن. guess a number. یعنی از پلیر دو خواسته میشه که یک نمبر عطف بزنه. تو در دل یک نمبر گفتی، اینا پلیر دو چی میکنه؟ یک نمبر در یک قسمت ازش خواسته میشه عطف بزنه. خب از این که خواسته شد، اگر if میگم اگر guess اونمو عطف زدگی از همون چیزی که نمی پلیر دو چی کرد؟ عطف زد. مساوی به چی شوه؟ مساوی به انسر شوه. مساوی به انسر شوه. انسر خب میفهمیم ما شما انسر ما در کجا بوده؟ مساوی به اونم جواب شوه. اگر امی گس زدگیش یعنی عطف زدگیش مساوی به انسر بشود، اینال بر ما شما چی بکنه؟ بر ما پرینت بکنه. خب یعنی برد دیگه میدونه، پرینت بکنه یو اینی کلمه رو باید چی بکنه؟ پرینت بکنه. player to you on the game. تو گیم چی کردی؟ بردی. گیم بردی یعنی بازی را بردی. you won the game. بعد اینمی پیام چی شوه؟ چاپ شوه. اگر این چی کنه اونمو را دقیق بتونه عطف بزنه، اینی پیام چاپ شوه و همچنان is correct همچنان is correct ما شما هم باید مقدارش به true تبدیل شوه. خب همچنان is correct هم باید مقدارش به چی تبدیل شوه؟ به true تبدیل بشوه. اینا لی شد یک شرط. ما یک دفعه عقب برمیگردیم elif در صورتی که اگر ما elif قرار ندیم، یعنی میره تکرار میکنه به این شکل. else یعنی دیگر، یعنی بعد از اون تنهایی بازیش را میشه. elif میگم elif در غیر صورت guess یعنی عطف زدن، اونم guess از زدن. بزرگ از هم جواب شوه. اگر مساوی با جواب شوه خونم برد میگم دیگه. you won یعنی پلیر دو برد میگم بازی را. اگر بزرگ از چی شوه؟ بزرگ از انسر شوه. اگر بزرگ از انسر شوه خواهی جا چی اتفاق بیفته؟ در اینجا باز شرطه چی میکنیم؟ وارد میکنیم. اگر نمی الف بزرگ از انسر بشوه، در غیر صورت بزرگ از انسر شوه، بعد از او در اینجا باید نشته شوه، یک گزینه پرینت شوه برش بگه که پلیر دو you guess your guess is greater than your guess is greater than. یعنی اگر یک کمی بزرگتر حدس زد برش گفته شود که تو بزرگ حدس زدی. خب از عدد 3 چی کردی؟ بزرگ حدس زدی. مثل که امیال ما در اینجا مثال کار کردیم. بعد از او اگر او گپ خود نشد دیگه، اینا بعد از او دوباره چی بکنه؟ ترای بکنه. یعنی پس دوباره ترای بکنه. ما در اینجا میگم میره پس دوباره چی بکن؟ ترای بکن. try again ما اینجا
از قبل وریبل تعیین کرده بودیم. بعد از اون ترای اگین کنه. ترای اگین از این چی شوه؟ ترای اگین از این پس دوباره مثبت مساوی به یک شوه، یعنی یک بار دیگه چی بکنه؟ این عمل اجرا بشه، یک الف بده. خب بعد از اون میگم else. در غیر صورت چی کنه؟ در غیر صورت یعنی این گپ نشد چی اتفاق بیفته، یک انتر میزنم میگم پرینت بکنه، یعنی برخلاف اون بیایه، برخلاف از بیایه نوشته بکنه player do your guess is less than، یعنی پایین تر از همون مقداری هست که تو چی کردی؟ عدد زدی. در غیر صورت یعنی تو چی شوه؟ بعد از اون چی بکنه؟ ترای شوه. بعد از اون ترای اگین شوه. ترای اگین بعد از اون دوباره مثبت مساوی به یک شوه، یعنی یک بار دیگه چی شوه؟ این عمل اجرا شوه. بعد از این یک بار دیگه چی میکنه؟ این عمل اجرا میشه. خب ما از اینجا میبرایم کلا از دایره اینا خارج میشیم. بعد از یک اف دیگه نوشته میکنم if is correct. اگر is correct ما شما مساوی به false شد، مساوی به false شد، بعد از او print بکو اینی گزینه را player do you lost. player منشته میکنم player do you lost the game. player do تو گیم را چی کردی؟ باختی. خب ما یک بار دیگه را مرور میکنیم که کدای ما از کجا است تا کجا را ختم شده. من را به این شکل بگیرم. در اینجا ما دو تا وریبل معرفی کردیم، یکی انسر است، یکی دیگه هم یک انسر است. تنها انسر را معرفی کردیم. یک مقدار ورودی میگیره. مقدار ورودی را در اینجا هست، خودش قاعده هم نوشته کرده. مقدار ورودی باید بین 1 الی 50 باشه. باید هم کسی که وارد میکنه عدد را بین 1 الی 50 بشه وارد کنه. و این را که وارد میکنه اینا میره به عدد اگه بخوایم تبدیل بکنیم، بعد از این مقدار از به اینتجر تبدیل کردیم. اس کورکت دو تا وریبل معرفی کردیم، یکی اس کورکت مقدارش فالس گذاشتیم و ترای اگین یعنی دوباره کوشش کردیم مقدارش هم صفر گذاشتیم. بعد از اون اومدیم از تابع وایل استفاده کردیم. وایل گفتیم اگر ترای اگین ما کمتر مساوی یعنی 7 بار برش چانس دادیم، یعنی 6 بار چانس دادیم، کمتر از 10 بار. و همچنین اس کورکت مقدارش فالس بشه و بعد از او اگر اینمی گپ بشه باید بشه. اینا اینجا باز یک وریبل تعیین کردیم، گفتیم گس یعنی حدس بزنه. انت حدس بزنه یک مقدار در اینجا چی بکنه؟ یه حدس بزنه. اون مقدار به اینتجر تبدیل بکنه. به خاطر ابتدا از انت گرفتیم. و اگر همو مقداری که آدم حدس زده مساوی به چیز شوه، مساوی به انسر شوه، مساوی به مقداری که این آدم نوشته کرده بود، این در پیش خود سی نوشته کرده بود، مساوی به اون مقدار بشوه، بعد از اون بعد اینجا چی نوشته شوه؟ you won the game، یعنی گیم را تو بردی. از کورکت هم ترو میشه. اگر همون مقداری که آدم حدس زد گس یعنی حدسش بزرگتر از انسر شوه، بزرگتر از همون مقداری که آدم نوشته کرد، بعد از اون چی نوشته میکنه؟ در اینجا یک پیام میگه که تو عدد بزرگ وارد کردی، باید یک عدد چی بکنه؟ کوچک وارد کنه. بنابراین دوباره داخل وایل میشه، یعنی دوباره موضوع باز تکرار میشه. و اگر این تو چیز نشد else، یعنی در غیر صورت چی میشه؟ در غیر صورت اگر مثلا کوچکتر از این وارد کرد، در غیر صورت به معنای از که کوچکتر از این وارد کرد، بعدش چاپ میشه میگه که تو یک عدد کوچکتر از همون عدد گفتگی رو وارد کردی. و این تا 6 بار اجازه داره که حدس زده شه چی بکنه؟ تکرار بکنه. بعد از اینکه اگر شد نشد باز اینجا چی میکنه؟ اگر عموگا فالس شد یعنی اتفاق نیفتاد، یعنی اس کورکت مقدارش فالس شده، بعد از اون پلیر دو یو لاست د گیم، اینجا نوشته میشه که پلیر دو بازیکن دوم تو گیم را چی کردی؟ باخته. اینالی ما را یک دفعه عملی کار میکنیم، شفت امرای F10 میگیرم. سیکن در اینجا مقداری ما شما یک مقداری اینجا اشتباه است، یعنی مقدار اشتباه را باید ما چی بکنیم؟ وارد صحیح بکنیم. در اونجا مقدار ما 6 است. عدد چی است؟ عدد 7 است.
مقدار 7 است. اینجا امیر برای ما شما درخواست کرده که باید در خط میانی باید ما چی را بگذاریم؟ این تو یک علامت را بگذاریم. اینال شفت همراه F10 میگیرم من، اینال مقدار ما. خب از ما چی گفته؟ یک خاصه پلیر یک چوز نمبر اینال بین 1 تا 50 باشه. مثلا ما عدد چی را انتخاب میکنیم؟ عدد 30 را انتخاب میکنیم. این پیش ما هست. نفر دوم میگه پلیر دو پلیز گس نمبر. اینال یک نمبر را باید چی بکنه؟ گس بکنه، یعنی حدس بزنه. خب یا حدس میزنه یک عدد بلندتر از عدد 30 را، مثلا حدس میزنه 35. انتر اینال سعی کنین. باز اینجا میگه که پلیر دو your guess is greater than، یعنی بزرگتر از ما است. پلیر دو گس نمبر، بازم یک نمبر دیگه حدس بزنه گفته نشسته. اینال یک نمبر پایینتر حدس میزنه، مثلا 16 حدس میزنه. بعد از اون میگه که your guess is less than، پس عدد بین 16 و 35 است. هر عددی که است بین این دو تا است. فرض مثال تصادفاً یه آدم حدس میزنه عدد 30 حدس میزنه، همین که انتر میزنم. بله در اینجا چی نوشته میشه؟ پلیر دو you won the game، یعنی تو گیم را چی کردی؟ بردی، بازی را بردی. در اینجا این تا یک چیز نوشته میشه. ما در این قسمت یک فاصله کم میگذارم که بعد از او فاصله برای خود بگیره. خب این را من چند بار تکرار کردم؟ 2 بار تکرار کردم دیگه. اینالی میایم مثلا من 6 بار را تکرار میکنم که ببینیم یادم بازی را میبازه نمیبازه. من اینجا شفت میگیرم، خود اینجا وارد میکنم مثلا عدد 30. خود اینجا وارد میکنم، اشتباه وارد میکنم، یعنی 12 وارد میکنم. میگه که عدد تو کوچکتر است، میگه لیز دن کوچکتر است، میگه بازم 13 وارد میکنم، باز کوچکتر میگه، یا باز 50 وارد میکنم، بازم کوچکتر میگه. 65 وارد میکنم در حالی که هیچ در قاعده برابر نیست، بازم چه از بزرگتر میگه. عدد 30 بالا باشه بزرگتر میگه دیگه. 36 وارد میکنم بزرگتر میگه. 35 وارد میکنم بزرگتر میگه و 25 وارد میکنم. نه ما چند بار وارد کردیم؟ 6 بار وارد کردیم. 6 بار وارد کردیم. بعد از 6 بار چی گفته؟ you lost the game، یعنی گیم را چی کردی؟ از استادی یا گیم را باختی. پس اینی است. این کد ماست. ما میتونیم میره بالاخره استفاده کنیم و ازش کار بگیریم. میتونیم بین دوستام هم بازی بکنیم. خیلی خوب یک کد است. این کداش هست، میتونیم از گیم را بسازیم. این با استفاده از وایل میشه، یعنی میچرخه.